داغ بزرگ بر دل سیتا قاسمی، هنرمند جوان افغان در کشور دبی. سیتا قاسمی مصروف چه کارباری است؟ نشر فیلم ایندی سیتا قاسمی. دلیل دیری‌های سیتا قاسمی در صفحات مجازی چی بوده است؟ سیتا قاسمی توسط چه افراد در هندوستان حمایت می شود؟ و آیا با واقعیت سیتا قاسمی بار دیگر ازدواج کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان زن افغانستان بوده است. سیتا قاسمی از سال 2006 به این طرف آهنگ می سراید و ابتدا در فیلم های افغانی نقش داشت و برای هنرمندان افغان شعر می سرود. سیتا قاسمی در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرد. وی بعد از آن که از همسر اول جدا شد، راه هنر موسیقی را انتخاب کرد. آهنگ‌های بیشمار سرود که تاکنون آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. این همه در حالی است که سیتا قاسمی مدت طولانی از هنر موسیقی به دور بود و در کشور دبی زندگی می‌کرد. سیتا قاسمی با دختران زندگی خوش و آرامی داشت. تازه تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که سیتا قاسمی در فیلم‌های ایندی نقش بازی کرده است و برای یکی از فیلم‌های مشهور ایندی آهنگ سروده است. سیتا قاسمی درآمد خوبی هم از سرودن آهنگ در این فیلم داشته است، اما تازه تصاویر وی با چشمان پر از اشک در صفحات مجازی نشر می شود که تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا از طرف سیتا قاسمی و خانواده‌اش بیان نشده است. ولی ما زندگی خوش و آرامی برای سیتا قاسمی با جمعی جوانان کشور و هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.